ای برادر، تو دانه خدا یک دختر رو جزا ندین تا نمیشه. داملا گپا کم که پیش درا. ای دستک نزن. مرحمت داملا. تشکر. شما را تنها میگذارین. ماله زنده باشید. گشته باز پیش همی خدا رحمتی آمدیم. مسافر بسای خواب کنی. خاموش باش، دمت رو گیر. من جواب رو انتظارم. اماکی چی خیلی؟ برادر حرکت نمی کنه؟ کو ببین. با خدا دلش کار نمی کنه. چی؟ مرده است چی؟ چی خیلی کار نمی کند. نفس نمی کشد. خدا رحمتش شد چی بالا؟ از راستی مرد؟ بیا بالایش رو پوشم. نفس گیر نشود. آن طرفش را ساز کن. تمام خلاص شدیم. چی گویم برادر؟ خاموشی است. ای خدا رحمتش کنه. داد نزن. آدمان رو خبر کن. من؟ خبر کن. چی گویم با آدمو؟ ایستا. سلام. نغزه سازه بندگی ده. پدرتون به بهشت رفت. شما چه ها میگوین؟ بله راست به بهشت رفت. امک جان مرد است. تو بودید شب بخیر. آما کجاش دار؟ مسکه زهرا جانم، اینجا چیکار میکنی؟ بیمار میشوی؟ داملا زیارا انتظارم سلین. صحبت کردم در کار. صحبت کرده او را راضی کن. و نگاه کن که انگشترین در دستش هست یا نیست. اگر انگشترین در دستش باشد میتوانی نفس آزاد کشی. فکر میکنی کشیده است؟ کشیده باشد؟ نه نکشیده است. البته انگشترین در دستش است. کی باشد؟ یادم چی اکای اون نالاس کن. نامش لوانت است. چی است؟ رنگی کنه بوده است. دیوانه ابله. این امکانیتت را از دست نده. زهرا نخند میگویم. تو میدونی به سرم چی روی داد وقتی که به بیمارخانه میرفتم؟ نه نمیدونم. کنی نقل کن چی؟ آن لوینت است کو برای مرا به بیمارخانه بردم به کارخانه آمده بود. زودتر باش سلین. تلفنتون رو بردار. ناز کرده ایستاده است. البته دختر به ناز نمی شود. عجبا من هم به زنگایش جواب ندیم. من هم کمی ناز کنم. آنگاه چی می شده باشد؟ میگویم زنگ نزنم اما دلم میکفد. ایلاج نیست. خیز از جوه نو از تیر خلاص شدیم و اینجا باشد سرم را زدم. خوب شد. باری اول است که ما با تیر روبرو شدیم. چیکار شدی جو به سوی ما تیر خالی کردن؟ این کارها رو بازی چه خیال کرده؟ خیریت که رفتن. برادر من یک چیز رو نفهمیدم. با آن آدمان که ما خوبی کردیم خوبی رو نفهمیدم. آخر خودشان ما رو قبیله بردن. بخیر شد. خدا را شکر رفتن. کلاس من تا حال ترسیده ایستادم. یک نفس چقدر گیرم. با خود بیا. نفس چقدری بد گرفتم. چی میبخشی؟ تمام به خود آمدم برادر. رفتیم.
در کلبه ویرانمون 4 تا دم گیریم. تو با زهرا مناسبتت را ساز کن تا به خانهشون رفته خوب زندگی کنیم. دیگر من در مسجد خواب نمیکنم. رفتیم برادر. تو فقط در فکری اون خانه هستی. اون قدر خانه نیست. 2 حجره و 1 حاجت خانه دارد و زور در خلاص. مسجد به کورپچه خواب کردم، گرده هم ورم کرده است برادر. یک گپ در سر خانه نیست، گپ در سر زهرا میرود. اگر زهرا با یگان کسی دیگر خانه دار شود چی؟ منم این را پرسیدنی بودم. سرباز شد. بیزار کردی. اگر زهرا با یگان کسی دیگر خانه دار شود با فکرم من دیوانه میشوم. میبینم برادر، تو هم اگر کمی استراحت کنی گناه نمیشود. وای دختر ببین، من چون یک آدم بیگانه به تو میگویم، اگر او تو رو بشناسد به تو عاشق میشود. روی با این گپ خواهد شوخد من رود میشود. نمیشود؟ تو دانی و خدا با کجایم عاشق میشود. میشود. شود. دختر ما رو نمیشناسد، فقط همچون دامولا ما رو میشناسد. من خدا نیستم کو دامولای ساختم، یعنی ساخته همهش در جانم زد. ایمانه تمام برادر، تمام. آروم شو. بیا رفتیم در راه صحبت میکنیم. با فکرم عاشق میشود. البته میشه. لیون برا تیز برا. لبایکا این عریضه رو تو نوشتی ها؟ کدوم عریضه را که؟ با مدیر کلان امنیت کارمندان پلیس شعبه امان بله. برای ششل خوری با آشخانه در بیرون بوده میروند. بله. حتی در وقت کاریشان هم برآمده با آنجا برای ششل خوری میروند. ما از شما احترامانه خواهش میکنیم که برای ما یک اسباب ششل پزی و 13 کیلو گوشت گوسفند خرید. با احترام لوند. بله این عریضه رو من نوشتم. تو چرششمه دیوانه ای؟ این عریضه رو باید بر وقت تر می نوشتم. ای در عریضت لوین، ای بچه خودت رو به دست گیر. بسیار دیوانگی نکن که دفعت میکنم از اینجا. برادران پلیس بسیار با مغازه در بیرون بوده برای شش خوری میرفتن و من خواستم با آنها رو کمک کنم و کار آنها رو آسان گردونم که تا در شعبه خودم شش خورم. تیمور آبای سردور، شما ششل خوری به بیرون میبر اومده؟ ای بچه ما پلیس امریکاییه؟ خدا نشانت. پس چرا ششلک میخوره؟ راست ما چای خانه داریم، چای نوشید. ابلهی بیعقل ای از سرت ماند. سردارم چای از چای های خودمان. ششلیک بیار، گوسفندی. مایلش تیمور روی چت سبزی نکه ششلیک موندی. باید تو اول با مون میفهموندی. خیر همین خیلشو چیکار کنی؟ خیلی معلوم کردی بزی چه لوین خاموشید، دمت را گیر. زورو شب هر شونده‌ات میآید. شما با او مسئله گفتگی را گفتگو کنید، من میروم. وای 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 برادرم، کاش که به مثل زورا دختر مرا در این خانوکه انتظار میشد. خواب کن شوکت، خواب کن. ای برادر، بسیار هم آدم ترسانچک شده ایستاده. بسیار ناز و کرشمه نکن با دختر. آش به پیاز نمیشود، بچه به ناز. ای برادر، نازی بسیار نکن. آیسته آیسته رفته با زهرا صحبت کن، آشتی شو. تو زهرایت را گیر، من باشم خانه چم را. من اگر یک خانه می داشتم از 7 پشت تو زهرا هم بیزار بودم. شوکت بس کن. تنها فکر خودت را میکنی جره. ببین با تو میگویم، زهرا میکنه، التجا میکنه. تا در پیش پایم نافتد داشتی نمیکنم. اگر نافتد اصلا نمیبخشم. به خدا که عقلت را خورده، به خدا که سلام. سلام. دامولو لبای در مسئله توی ساختمون با شما صحبت کردم، میتوانم؟ با فکرم ما دیگر مسئله صحبت کردن نداریم زهرا، و باز این بازی رو نباید اینقدر طول دهیم. دامولو زیو، برای غمگین نشدنی بابایم توی ساخته رو دوام دادن میخواهم. من نمیخواهم. نه نمیخواهم از شما. من فداکاری را حق ندارم طلب کنم. دیگر زور نمیخواهم کردن. اما برای همش تشکر میگویم.
کلاس حاضر دختر را از دست میدی. تو دایم یک روی میکنی. نه نمیکنم. خانم زهرا ببینید، با تو میخواستم بگویم استید انگشترین رو نبرآوردید. یعنی دومولو بازی رو دوام میدیم ها؟ بله دوام میده. دوام میدیم؟ منم سیو بسیار حواسی او را داشته ای زورو، مرا قایل کردی. بخشش زیاد میپرسم، خودم رو داشته نتوانستم از هیجانی زیاد. هیچ گم نه. به خدا قایل کردی. اگر این طور باشد پس رفته با بابایم خبر دهیم. بله با او گفتن در کار رفتیم. برویم. اینها با کجا؟ خانم سلین ببخشید، همون اسکوی مرا علی تریزه خود نگرفتی؟ کاری دیگر ندارم. با دل خودم گپ دادم اکن. بابا جان جانم خوش آمده. ما بازی آشتی شدیم دیگر بین ما یگان مشکلی نیست. دامولازیا؟ بله جناب، با یک دیگر صحبت کرده حل کردیم. عالی جناب، این بهترین خبر است. دامولازیا تو را یک بار از تحت دل داماد گفتن میتوانم؟ بله جناب، این شرف است. این موی سفید را چقدر خوشبخت کردید نمیدانید. دامولازیا از تو نه تنها من و زورا عذر میپرسیم، هممان از تو یک عمر قرض داریم. لطفا جناب لازم نیست. نه یگان عذر پرسیدن لازم نیست. نه هست. من این عذر رو تنها از طرف شما قبول میکنم جناب. عذر خواهی هر یک پیش شما لازم نیست، وقت رو بهوده صرف نکنید. تشکر به شما. من اکنون با اجازت شما روم که پگاه نماز است. دامولا آن کار را میگویم حل کنیم. کدام کار بابا جان؟ یعنی نکاحتان را شما را فاتحه کردیم و لیکن نکاحتان طول کشید. میدانی که در محله هر گپ میکنند. چی کار کردن چغتای را هممون دیدیم. به دست هم انگشترین انداختن کافی نیست، نکاحی مسلمانی را هم کردن در کار. معلوم است که روزهایی به شماری من ماندند. برای همین میخواهم نکاح شما را زودتر ببینم. بابا جان بیایید بعد صحبت کنیم. بله جناب، حالا بسیار وقت داریم. یکان روز براحت گپ میزنیم. بار دیگر شب خوش به شما. بسیار صحبت خوب. شب خوش. شب خوش عزیزم. تو بازی جانم. دامادم. دامادتان. بسیار خوشبختم کردی دختر جانم، مرا بسیار خرسند کردی. با چقدر یک جوی شده نقشه این زن رو کشیده. من میدونم دامولازیا رو تهمت کرده. یاسومن دخترم بریز رو به آب انداز، فراموش نکنی. یاسومن ببین خوب هستی یا مشکلی داری؟ میتوانی به من گویی یا اینکه باز در فکر آغوز فرو رفتی؟ مادر آن زنی تهمت چی آمده بود کو؟
ها؟ او را تنها چغتای رها نکرده است. خانم تولین در این کار همراه است. این کار را یک جایه کردند. با چغتای یک جایه شده دامغازی ها را تهمت کردند. تو همه اینها را از کجا میدونی؟ گپ زدن خانم تولین و میلیس را شنیدم. دخترم دهانت را پوشیده نگاه دار. به هیچ کس این را نگوی. ببین اگر فهمد تو را از کار میراند. آقای اکرم اینجا باشد به ما کسی ضرر نمیرساند. گرسنه شدم. رفته یکون چیز خورم. همین رفتنش. همین جمع رو در پشتم پرتایم. در اینجا کیست؟ رسم مادرم در کجاست؟ زهرا دخترم، زهرا از خوابتون خیزید. با دخترم زهرا چی شده است؟ زهرا اپای زهرا چی شد دخترم؟ من دکتر رو دعوت کنم. زود بیایی تاجلی زنگ زن. زهرا بابایی چی شد؟ زنده است، خواطر نشوید پدر. چقدر خواطر؟ رفتن دکتر را چهزن؟ تمام، بیا آب را با من ده. زهرا دخترم با خود بیا. زهرا با خود بیا دخترم. زهرا با چی شده باشه؟ زهرا کنی خیز؟ زهرا جان تمام خیز جای دخترم خیز. زهرا جان خیز دخترم زودتر خیز دختر جان. رسم مادرم رو دزدیدن. رسمی مادرت رو یک طرف گذار. با تو چیزی نمیشود دخترم جان. آب نوش دخترم. گیر نوش.
چراغ رو در گیرانه چی ایستاده؟ زود باشه تو فقط زود گفتن رو میتوانی. رفتن دخترها چی بله هستن؟ پدر رفتم تمام شد دخترم. رسم رو یک طرف گذار دخترم. خوب شو دیگرش مهم نیست. تمام. سرم در میکنم. نرس حاضر دکتر میآید. این دکتر کجا شده؟ چرا دیر میکند؟ شما رفته او را چی زنید؟ تمام. غم نخور دخترم، غم نخور. رسم مادرم رو یاد بگو. حالا هم رسم میگوید. مان. مرحمت شیف ببینید همین رسم است. حق کارت را گرفتی؟ گرفتم اکا. شیف رحمت تشکر باشه. آفرین به تو چنگیز. دیگر خرگوش را نترسان. برای یک رسم شده شما چرا اینقدر پریشان شده اید؟ سلامتی باشد. اینقدر غم نخورید. یعنی پدر جان معلوم است که طولین غمی شما را خورده ایستاده است. دیشب زهرا با یک دوز روبرو شد. شکر که با وی یگام حادثه نشده است. زهرا دخترم یک روی نکن. بیا رفته به دکتر نشان دیم. رفتیم. من خوبم بابا. در سرم زد. تو حال در فکر رسم مادرم هستم. زهرا جان غمگین نشم. رسم مادرم رو پیدا میکنیم. من با اونال خبر دادم. حاضر میمونم. خیلی خوب. اون نال می آمده است. خوب کارمان با وی ماند. عجب کاری. دخترم با بالا رفته استراحت کن. رو تمام بابا. تو هیچ شعری نداری؟ تشکر کنم سیول. صدقه دستات شومی. بسیار بلذت بود. رحمت کلام. باش جای تام. همه داملوها همراه شاگرداشون معرکه به معرکه میگردند. من در یک داملو یافت دیدم که از جوگی نان میطلبم. از پگاه دیده در دسترخوان پر از قیماق نهاری کردن ما با اهل عائله‌مون سر میشود. آقای اکرم راضی شد آخر؟ مگر این خوب است؟ هر پگاهی به اینجا آمده چشمان کبود رو میبینیم. من چشمان کبود رو هر روز میبینم. اما برادر به خانه گرم خودم رویم از خواب کردن در درون تابوت مسجد میانم درد میکنم. نه این طرف میشه نه اون طرف. کنمکی نکن. به جایی که شکرانه به جا آورد باز این گپایش رو ببین. تو دیوانه هستی. برادر من شکر میکنم به همینش هم شکر. اما خوراکایی که در خانه آقای اکرم میخوردیم بسیار با لذت بود. کله پوچه و تبکه بخدا عجیب بود. اگر این عقل تو در سر من می بود فخر کرده هر روز در توی تماشا می بودم. خدا از این هم بهتر نصیبت کند برادر. تشکر. سلامت باشی. چی شد؟ تو چه خیلی آدم هستی و خدا تو رو هیچ نفهمیدم. کیلاس یک بار تعریف میکنی یک بار پس میزنی. مقصد چی هست؟ چی کار میکنم من تو رو؟ کدام گناهایت رو من گویم؟ یا خدایا. سلام خانم. رحمت. نپرسه چه بلاها به سرمان آمد. بخیر است چی آمد؟ برادر این کس گفتن نپرسه چی میپرسی؟ خب کن. چی شد؟ این مشکلی ها هیچ تمام شوی نداشتند و ملازیا. نپرسید به خدا از ما هم. یعنی میخوام گویم که نمیدونم شاید در خونه شاید یگان دعا خوندن لازم. شما چی میگویید؟ چی گپ شد؟ با آقای اکرم یگان چی شد؟ نه آقای اکرم خوب است. دینه شب به خونه دوست در آمد. دوست؟ در دیوار رسم مادری زهرا بودگی رو دزدیده بودند. اون وقت زهرا بیدار شده است. بعد؟ به سر زهرا زده او رو بیهوش کرد. زهرا چی خیر است؟ خوب است استراحت دارد. تمام من میروم شوکت. دامولا با او چی شد؟ کجا میروند؟
رسم رو دیروز آویخته بودید همین طور؟ بله. همین خیلی فکر داشتم چون که این رسم رو اگر شما پیشتر آویزون بکردید از چنگ و خوکش درازی و پمیش رو معین کرده میفهمیدیم. خاطر من به تو درازی و فهمی رو نشان میدیم. غمش رو نخور، کم مانده است. دفشاف. اونا با فکرت این دزد رو یافته میتوانید؟ میابیم، غم مخور. از دستی او خاک نمی آید. آقای اکرم شما چند بار گفتم که اینجا سیگنالیزاسیون چسبونید رد تو کردید. به من عقل یاد نده، کارت را کن. سردارم اگر اجازه دهید آدمان اینجا بوده رو یک پرس و پارس کرده میبر آمدم. چل یعنی او از همه ما شبه کرده ایستاده است. برادر ما چل رسمی خودمون رو میدزدیدیم. لوین دمت رو گیر. سردارم من دزد را از چشمالش میفهمم، اجازه دهید. سرت سبزو دیوانه. سلام ینگا. سردار با فکرم آن زنی در بر آن کل بودگی بد نگاه میکند کو بسیار شبهناک است. بسیار بد نگاه کرد. لوین خواب. تمام این خیل باشد. آخران سوال در خانه تان خدمتگار هست؟ نیست؟ در خانه کلان خدمتگار لازم است. آقای اکرم از یکم کس شبه داره؟ نام، نسبش را، حتی سراغش را گویم می شود. بله گوید کوراسان می شود. چی را قید میکنی؟ نام و سراغه دوز را. نویس. شوخی ندارید؟ نه تو نویس. از پیش خودم نویسم. ای نویس. نویسم. سراغش رو میدونید؟ از من میپرسی. رسم را شما ندوزیده باشید. من دوزیدم؟ ابله. بخشش از سر امان پالیس شبه دارم. ابله. اونال در اینجا نیستاد. رفته رسم را گفته یاب. بابا اونال برای معلوماتی درباره دزدان پیدا کردن به اینجا آمده است. یعنی اجازه دهید تا کارش رو پیش برد. تو همیشه میخواستی که من به اونال فرصت بگم همین طور؟ بله. من فرصت رفته رسم را یافته. پلیس حقیقی و داماد بودنت رو اثبات کن. رفته. مایلش دید تا بزدید. اگون شو. ای اونال چرا من با تو بوجه شدم؟ ای چه تا خوب برد. ای جونم لطفاً تو از بابایم خفه نشو. بعد این حادثه ها عصبشون ویران است. این چی گپ؟ از وقتی شناساییمون همیشه برای پس میزند آخر. خیر شد تمام آخر. او آدمی پیر است. تو سرت رو بسری وی نمون. جانم عزیزم همش میلش، لیکن پلیس بدنی منو قبول نمیکنه. همه دردت همین بوده است. احسن به تو اونال. احسن. ای ینگه حله دویم همین خیلی میگویه. یعنی سردارم برای اون رفت رو یافتن همه کشش و زحمت ها رو کشته ایستاده است. یعنی مرا ببخشید اما بابایتون آدم خیره. دمت را گیر. تمام من به ماشین میروم. بکشرم دیگه پشتی تنه میگیرم نامرد. چور چشمه
اونال تمام آروم شو. تو حق هستی. بیا همه اینها رو به یک طرف گذاریم. میدونی کو مسئله این نیست. برای من مهم است رسمی مادرم. میدونم حیاتم، میدونم. من برای همین آمدم. غم نخور. اون رسم رو میابم. باور کن آن رو میابم. و نه برای اثبات کردن پلیس حقیقی یا که داماد بودنم. برای آن که این خاطر از مادرت است. تمام. همین قدر دوستت میدارم که تمام. تو بازدید. تو بازدید. سلام خانم. بیا داماد بیا. بیا. آقای اکرم، زهرا خوب است؟ غمگین شدم. غم مخور. خوب است اما غمگین است. دزدی رسمی مادرش را دزدیده است. در حجره‌اش است. عجبا، از نوارهای کامیراهای در خانه بودگی یگون معلومات نیافتند؟ تماشا کردیم. یک مرد با نقاب در نوار است و کی بودنش معلوم نیست. خیر جناب، با اجازت شما زهرا را میدیدم. تمام. مرحمت. تشکر. من اون رسم را اینقدر سال یافتن میخواستم اپا. هرگاهی که به اون دست میرسندم خیال میکردم که گویا مادرم در برم باشد. رو از من گرفتم. زهرا؟ داملازیا؟ وای چه خیلی عزیزم، خوبی؟ خوب است. دکتر هم دید و خوب است گفت. کی این کار رو کرد عزیزم؟ رویش رو دیده توانستی؟ بسیار تاریک بود. از پشتم با کوزه زدند. بیشرف. رسم را دزدیده بردند. تمام جانم، یعنی تو آرام باش حیاتم. برای تو خیلی تشویش شدم. آمدم از حالت پرسم. تا بازدید. تشکر. من خوبم. Abba John. برادر جان خیلی خوبم شوکت. زهرا ساز است؟ نمیدونم و سرش با چیزی زدم دیشب. اما اگر اون دوز رو دستگیر کنم با خدا او رو پاره میکنم. برادر پارهش میکنی و لیکن آن آدم رو چخیل میابی؟ گریخته رفته است که؟ نمیدونم من. هیچ کس او رو دیده نتوانسته است. در رویش نقاب داشته است. بیا با نوارهای کامیراها نظر کنیم بعدش رو فکر میکنیم. چی میگویی؟ چی ها؟ حالا خانم سلین با خدا همی قیادت کردم که جیگر تا بخورم. اگر تلفنتون نداشته باشه گابزه هازی میپرتم. از تو با من یگون چیز لازم نیست. زنگ نزن. دیوانه ابله. الو خانم سلین نه اینطور نمی شود. من رفته از بولای شگون شکایت می نویسم. برادر این مثل عجینه است. هیچ رویش رو دیدن نمی شود. ایست و قفا گردان. تمام سرده. جزمی. کی؟ راگشتنش مثل جزمی است. نام پرش پایتک جزمی. پایتک جزمی؟ بله. از کجا شناختی برادر؟ باوری داری؟ بله شناختم. بیا رفتیم.
این بیچاره شاگرد خودم بود. عمل جان در خانتون موش باشه با پلیس چی مراجعه میکنید؟ این با پلیس اگان علاقمندی نداره یا توبه؟ اوهو جانم سلین خانم، شما با دیدن ما آمده یا اینکه اینقدر قافیه زور شد؟ جانم سلین خانم شیر شد. اکای اونال در همین جاست؟ بله همین جاست. اکای اونال رو چیکار میکنی؟ اگر یکان پرابلم باشد من خودم حل میکنم. ای برادر بخیر قفای موشود شد ای پای کروچن برا خانم مرحمت شینید. همینش نمیرسد دیوانه ابله. ای یگان کاری ما برار نمیگیرن. او از کمیسر اون را چی میخواسته باشه؟ یکان پیاله هست؟ هسته در میز خودت هست. هیچ چیز رو نمیشنوم. من چیکار کنم؟ لیون تعقیبم میکند گوی؟ اکای اونا لطفا مرا از این آدم نجات دهید. فقط زنگ میزند، SMS مینویسد، در همه جا از پیشم میبرد، حتی شبها در خوابم میدراید. کم مخور سلین جان، کم مانده است. از این شعبه به یگان شعبه دور دیگر روانه میکنم این لیون را. خدا رو شکر. بیا سردارم حجت های لونت را از وزارت به اینجا فرستادم. انا همین خیل در آخر از این پشه خیره خلاص شدم سلین. شما راست میگویید؟ این طور سردارم، لونت را یاردمچی مخصوصی شما تعیین کردم. چی خیل؟ سردارم لون در جای کاری پیشترش بسیار جنایتکارها را دستگیر کرده است. از همین سبب وزارت این وظیفه را با لایق شمرده است. پسرم این طور شدنش ممکن نیست. نباید نخل باشد. این ناممکن است. ممکن است سردار، ممکن. من هیچ باوری نداشتم که این کار می شود، لیکن شد. من بعد جنایتکارم باید از ما بیترسند. مثل پلیس امریکا شما و من you and me تو برازیل. آن شخص که به تو این وظیفه را داد؟ سردارم وزیر امنیت تغم است. گفت که اگر پرابلم باشه بچه جان در زنگ بزن. من شما ده نگفته بودم. خانم سلین چه کپارتو؟ دیوانه رو بینید تلخ کف میشه خانم سلین. حاضر میبخشی سلین. امروز عید است عید. یا خدایا که این با عقل می شود. گردم از شاید ابله چی کار میکنی؟ ای تو دیوانه ای؟
сардорам, ҳамаи одамоне ки дар он ауксион иштирок доштанд рӯйхаташонро гирифта ба ин ҷо овардам. کنیده از پی کارت شو. کنعان هم او را به آن رسم چی کار باشد؟ خیلی جناب کنعان، یک شما را پرسپاس میکنیم. میآید نقاب. تمام تمام. تمام. تو چرا رسم زهرا رو دزدیده ای؟ بخشش برادر، او را زدنی بودم تو افتیدی. کنی جواب ده. با خدا اکا نمیدونم که اون رسم در کدام جای بود. حاضر با یادم اومد، زورو هم با یادم اومد، فهمیدم. وای از خفاش اومده اوی سگ به صرف یک دو زدم، افتیده از اوش رفت، لیکن نمرد. خاموش باش، تو رو با کوزه زدی. با خدا تو رو زدم میکشم. گوش کن، اون رسم را گرفتم. با کجا برده؟ زود گپ زن. با خدا نمیدونم، جدی میگم نمیدونم، حقیقتا نمیدونم. زود گپ زن که تو رو میکشم. بابا نمیدونم. مرو زدی ای؟ اون رسم رو با کی برده داده؟ گپ زن پای تک. زود گپ زن، اون رسم رو دزدیده باشه. زود گپ زن، ترالت با میتونم بشه. تمام بس کن. مرا گوش کن. اون رسم رو یک زن کشیده است. این آدم چیزی پرسد جواب ده، وگرنه تو رو در همین جا میکشد. اگر جواب ندهم چی میشود؟ قورتا میکنم. جواب نمیدهم، به همین هم مرا کشتنیه. چرا فروشم؟ گپ زن حیوان. گوش کن پایتک، گوش کن. جواب ده. رسم رو با کجا بردی؟ با کی دادی؟ بگوی. تمام جواب میدم. راست میگویم، اما با یک شرط. درباره من با اون آدم چیزی نگوید. مییابد و مرا میکشد. میفهمی؟ تمام پایتک. تو نام اون کس رو با ما گویی، ما نام تو رو با هیچ کس نمیگوییم. تمام، تشکر به شما. اکای کنعان. کدام کنعان؟ کی؟ کنعان دیونه؟ ها بله، شما اون دیونه رو از کجا میشناسید؟ یا خدایا، همینش نمیرسید. چی شد؟ با کجا بردی اون رسم رو؟ گپ زن تمام. جواب ده. اون نمیمونه که من گپ زنم. بس کن. با خدا برادر دستم هم قمی خورد که. خاموش باش. حاضر جناب، جواب میدهم. وای اون رسم رو با دستانم در جای کارش برده به او تقدیم کردم. بس کن پسرم. این آدم گفت کو. خودم رو داشتن نتوانستم برادر. حالا ایستا. بله. تمام، دیگر به نظرم ننمو که میکشمد. تمام گپ نیست. مردک بر این گپ زن چند پول گرفتی؟ تمام مردک بر این میگویم 4000 لیره گرفتم. 4000 گرفتی؟ بله. برای یک رسم رو دزدیدن؟ با خدا که یافتی امکی. پول نقد؟ این کاری زور بود است کو؟ با خدا پول از کیسهش برآورده داد. برادر کس به همین زور بود است نکی. بیا رفتیم. راگرد گوش که جیان جان، کارا رو که حل کردیم خدا خواهد همکاری میکنیم. تمام. در علاقه برادری من. وقتی کاری زور دایجا ما گشتیم. خوش آمده. من با خدا یه چی بسیار مشکل بودم ده میکشیم گفتم، لیکن نتوانستم یه حالا بده. سردارم، برای رسم دزدیدگی همه خریدارا رو برای پرسپاس دعوت کردنیم. چی میگویید؟ نخواد جانم، راست میگویی؟ البته سردار، جدی بودن کاری من است. با این واسطه به دوست اصلی خواهیم رسید. جدی پرسیدنی هستی؟ بله، جدی پرسیدنیم. پرسپاس رو از خانم سلی سر کردنیم. بله، من همیشه موفق میشم. برای پرسپاس کردن وای شما به من 5 دقیقه دید، من کار رو حل میکنم. گوش کن لیبنت، با سلن نزدیک نشو. فهمیدی مرا؟ با اون نزدیک نشو. سردار شما مرا نادرست فهمیدید. من با خانم سلن تنها درباره رسم گپ میزنم. خاموش. دختر از تو شکایت کرد. ببین بار دیگر اگر شکایت کنه تو رو حبس میکنم. با اون نزدیک نشو. باشد سردار، تمام، من میروم تا بازدید. رفتن گیر. سردارم، در چایخانه چای قاق نیست. دو شو. چور چشمه حیوان. پرسپاسی جدی میکرده است.
برادر ها با دقت باش، باز این دیوانه ها یگان سیگنالیزاسیا پیگنالیزاسیا نچسبانده باش. خواجه نشه، نقشش رو خوب کشیده بر اومدم. تو با کار در اومدنی آگاه کنک من علکه رسم رو میدوزدم. برادر مرا همراهت گیر. مرا گوش کن، تو نبیا. بیایم چی میشود؟ در آنجا رفته چی کار میکنی؟ یگان چیز خوردنی باشد میخورم. از پشت من نبیا شوکت که با خدا لط و کوبت میکنم. اینجا ایست. فقط مرا تو دشنام میدهی. او برادر در حقیقت مثل کلتکیلس یه بخودو. پیالم را بده. مرحمت اکا. من تا حال جوان هستم چنگیز. گپ نزن گویم گپ میزند، گپ زن گویم گپ نمیزند. این رو یک تا فراوردم. در سرم صدای زنگوله است. با این صدای زنگوله سرم اکنون چی کار میکرده باشم نمیدانم. وای وای. اکا من هم میشنوم. پس چرا در اینجا نشسته؟ زود رفته ببین. زود گرد و اطراف را از نظر گذرانید. چنگیز! چه شد؟ چنگیز! به خدا کلتکیلس بود. دمت رو دید دیوانه. برادر تو از اونجا با اینجا چه زود آمدی ها؟ شوکت وقتی پرسیدنت رو یافته بیا زودتر ولی این چه به دست نافتادی؟ دمت رو گیر راه کرد. جای به خطرت همین بود چنگیز؟ ها؟ اکا از همه جای به خطر اینجا بود اکا. با جای به خطرت همینجا بود ها؟ کدام به شرف جرأت کرد که آمده از جای کاری من رسم را دزدد ها؟ کنی گرزان! نمیدونم. مرا گوش کن.
زبانی نمیدانستگی را بریده در ام. انیق داملوز یا دزدیده است. چه ها میگویی؟ چقدر شما آدمی بی ایمانید؟ چرا در حق داملا اینقدر تهمت میکنید؟ در این دنیا روی من سیاه شده است. میخواهید که در آن دنیا هم رو سیاه باشم؟ تو دفشم شاگردی شیطان از اینجا. تو مردی رزیلی. داملا را هیچ من دوست نداشتم اکا. ها همین طور. شما آدمان دیندار را بد ببینید. با تو کاری دیگر یافتن در کار. باز چی شد ها؟ تو را کاملا کوب کردم که باز با حوض به نزدم آمدی. اکا کمیسر اونال آمده است. همین خیل بگو درآید. اوه کمیسر خوش آمدی کمیسر. مرحمت گذارید درید گذارید. خوش باشی کنان. خوب هستی کمیسر؟ انشالله خوبی. خوبم رحمت. بس آن سر و کار گرفتنت رو نمیدانستم. نفهمیدم. در مزایده هم اشتراک کرده ای؟ انا یک رسم زیبا را خریدنی بودیم لیکن تقدیرم آن بلندی نکرد. رسم میخواستگیت رو کسی دزدیده است. دزدیدم؟ نه خدا. نگاه داشتن را که نمیتوانستم، پس چرا آن را خریداری کردن؟ همه پولهایشان سوخت بیچاره. با فکرم رسم را شما دزدیدید. خوش جوابت را انتظارم کنان. من از این کار خبر ندارم. کمیسر چای می نوشید؟ قهوه می نوشید؟ باشه رو شوربای مرغ هم گرفته بیار. فهمیدی؟ تخم گرفته بیار برای کمیسر. تخمی مرچه را بریان کنید. تخمی چی؟ نفهمیدم. من فهمیدم. تخمی مرچه بسیار بامزه است. 10 سال پیش خورده بودم تا حال مزهش در دهانم است. تخمی مرچه از سرت ماند احمق لوینت. تقام وزیره یا؟ چی ایستاده؟ رو بیار. اکا من تخم مرچه را از کجا یابم؟ چی خیل از کجا؟ از خانه امکی خلیل. اون مرچه پرور است. دیوانه باید چوجه پرور است. اکا خوب هستید؟ خوبم. کنان گپ را تاب نده. رسم در کجاست؟ رسم؟ بله رسم. چی خیل رسم کمیسر؟ کنان نیرنگ بازی را بس کن. تو چه ها گفته ایستاده ای؟ کنی زود با من فهمون. رسم را تو دزدیدی. گپ زن اگر تو را بپرونم. اکا این کمیسر رونال است. کمیسر ببخشید بعضا خاطرش را گم میکنه. اگر او بعضا خاطرش را گم کند من از دیوانه خانه پرف کردارم. به خدا کسی را که خواهم میپرونم. مرا هرگز سود نمیکنم. خودت را به دیوانگی نانداز. من دیوانه ها را میشناسم. ما میمونیم که با ما میمون بازی میکنی. لوین چی ها میگویی؟ خب کن. سردارم آرام باشی. یگان پرمیل بشود تقم در بالا هست. خاموش باش. چنگیز چی کار میکنی؟ دیوانه هستی؟ بسری پالیس سلاح برداشتی ها؟ تو تروریست هستی ها؟ تو خدا جزایت را دید. سلاحات را پنهان کن. حیوان بیشرف. این چی هست؟ چی هست حیوان؟ با این کارت سه پوست میکنی مگر؟ صد بچه ها. کمیسر عذر بپرسم مرا ببخشید. بعدی که کلاس بسرم پران سلامتیم خوب نیست. کنان با این کار نکته نمیگذارم. من این کار را تا آخر میرسونم. بیا رفته. رئیستون را به ملخانه برید هر چه زودتر. برادر تخم مرچه را گرفته با شبه پلیس بیا سردارم. راه گرد حیوان راه گرد. ما موده میمخت. خاموش. خدای توبه. او آدم به خدا دیوانه است. سردارم سر وی آدم ویران است. وقتی که ما رو بد نگاه کرد اول کم ترک شوگانیم خپید، اما با دلپوری به او حمله کردم. خودتان دیدید من کاری خودم رو پروفسیونال اجرا کردم. سردارم یک چیز رو پرسم، چرا کنعان دیوانه رو تا آخر پوچ نکردید؟ من میخواستگیم رو از او گرفتم. چرا گرفته سردارم؟ آن رسم رو انیق کنعان دزدیده است، اما از کنعان رسم رو کسی دیگر دزدیده است.
سردار اندک از دهانت بوی دروغ آمد. پسرم وقتی که به سر من سلاح کشید خودش به من گفت که این رسم رو تو دزدیده ای. این تر باشد چرا ایستاده؟ رفتیم رو دستگیر کنیم. رفتیم. ایستا در دست یگان دلیل داری؟ سردارم اما رسم را از کنعان دیوانه کی دیده باشد؟ آفرین به تو، یکمین بار سوالی به مورد دادی. خیر آن را کی دزدیده میتواند؟ به این بنای بلند نگاه کن. کی برآمده میتواند؟ عقلت رو کار فرما لوند. با خدا نیفتم. پلیسی حقیقی شدن این کار آسان نیست لوند چار چشمه. در وقتش باید میخواندی و دیپلم را نمیخریدی. از بوی حس کن. فهمیدم سردارم، بوی باران است، کم کم شمال است. با خدا انسان شوخی، حقیقتا شوخی. کلید را ده لوند. سردارم بیا من ماشین را حی کنم. سفسدگویی را بس کنی، کلید را ده. مردن نمیخواهم، همسرم را انتظارات. تشکر زیاد، زحمت کشیدی. با اشتهای تام. میشوکت میده ما پر از شای شده است، باز شای میخوریم. مقصد آمدن ما طلب دیدار است، وگرنه شوکت از شای بیزار است. دهانت رو پوش. برادر، درباره آن رسم به سرم یک فکری زور آمد. یا خدا، چی فکر آمد؟ فرض کردیم این رسم را ما در جایش برده گذاشتیم. آیا هیچ کس نمیپرسد که این رسم از کجا در اینجا پیدا شد؟ برادری با عقل ما آن رسم رو با دست خود برده در آنجا آویزان نمیکنیم. مرا گوش کن، آن رسم رو چنان میفرستیم که هیچ کس نمیفهمد. مرحمت. با من گیر. حاله این رسم رو به خاطر تو یافتم. از سببی که این خاطره مادرت هست من او رو گفته به تو روانه کردم. حیاتم عزیزم، به تو وعده داده بودم که رسم رو مییابم و حالا چنانی میبینی وعده دادم رو اجرا کردم. تو رو بسیار دوست میدارم اونال. حاله جون بسیار نامه زیبا، بسیار خوب شد. در حقیقت تبریک میکنم. کار به خوبی انجام یافت پدر جان. بله. بابا شما یگان چیز گفتنی نیستید؟ من البته میگفته نیستم، یعنی حیران موندم. حیرت آور اون نجم نابکار این کار رو چخیل کرد. یعنی ممکن که رفیق چار چشمش بود کو، ممکن که او یافته باشد. بابا جون لطفا قبول کنید، دامادتان یک کاری مهم رو کرد. قبول کنید. تمام قبول. بابا جون من اکنون بین شما و یزنم بدبینی را دیدن نمیخواهم. لطفا همیشه همین خیل باشید. میلش بگذار خواسته تو باشد. تمام. حاله تو چرا انتظار این شوهرت را دعوت کن، تبریکش کنم. تمام. الو حاله شوهر جانم، میدونستم که این کار رو میتوانی. بابایم تو رو انتظار است. زود بیا. چی شد؟ چرا؟ خودت خوب این رو میدونی. زود بیا، انتظاریم. حاله من چی کار کردم ها؟ خوش آمده دکه اونا، همه شما رو انتظارن. قهرمانی من، خوش آمدی. بیا رفتیم. یزنا جان، در دنیا مانند یزنه من، یزنه قهرمان دیگر نیست. در حقیقت کاری خوب کرده اونا. تبریک میکنم. یزنا جان بسیار تشکر به شما. یزنا جان تبریک. داماد جان من، بیا اینجا. میخواهم که یکمین بار
داماد جان گفته تو را با آغوش گیرم. مادامی که رسم مادری رحمتی دخترانم زهرا و حلی را یافته آوردی، من بعد من با افتخار میگویم که تو دامادی من هستی. همه کسا قرصک میزنم. یزمه جان بیا